سلام نفرانی که درس زبان آلمانی میخوانید و خوش آمدید به درس نوبتی ما. Hallo liebe Deutschlerner und herzlich willkommen zum Deutsch lernen. من خوشحال هستم که شما باز هم با ما هستین یا اینکه یعنی که باز هم هستین. خوب، درس امروزه ما شروع میکنیم از عائله. کمک درباره عائله درس میخونیم چون که مردم بدونن که مثلا پدر چی است، مادر چی است، یعنی عمک چی است، خیشتبار چی خیل میشوه. خوب، دی فامیلی یعنی عائله، دی فامیلی عائله، یک عائله. دی verwandten خویشاوندان، خیشتبار. دی verwandten خویشاوندان، خیشتبار. اولودا، انا اولادم میشوه. خوب، دی موتا یعنی مادر. دیره دیدن که چه خیلی وقت میشوه. این موتا ارتیکل معین ایواز شد با ارتیکل نامعین. این موتا یعنی که یک مادر نامعین. und وقتی که دی هست میشوه meine Mutter یعنی که مادری من، یعنی مادری من. Die Mutter, eine Mutter, meine Mutter. خوب، و پدر نگاه کنین چه خیلی میشوه. ارتیکل معین اول der Vater یعنی پدر. ein Vater نامعین، یک پدر. mein Vater معین، پدری من. خوب، یک بار دیگر. die Mutter, eine Mutter, meine Mutter. der Vater, ein Vater, mein Vater. خوب، شما میدونید که اسمها در زبان آلمانی با حرف کلان نوشته میشن. مثلا مادر، موتا، مثلا پدر، فاتا. خوب، میگذاریم به قسم دیگرش. der Onkel در زبان آلمانی مثلا خیلی گپا نیست که تقایی و عمکی و مثلا نمیدونم برادری مادر تقایی بگویی، برادری پدر عمکی بگویی، گپا نیست. در زبان آلمانی فقط عمکی است. عمک یعنی که هم تقایی میشه و همی عمک، هم بگیم که عمک. der Onkel. خوب، Onkel کیستک؟ Onkel Bruder von Eltern. Onkel Bruder von Eltern یعنی عمک برادری پدر مادر هستک، یعنی که از برادری پدر مادر هستک. و همون خاطر میشوه بگیم که dein Onkel یعنی که عمکی تو، تقایی تو. خوب، در زبان آلمانی مثلا باید که بگویی که مثلا برادری مادری من، برادری پدر مثلا. اما زیاد سوال نمیکنه که کدام آنکل گفتی دیگه، هیچ کس زیاد سوال نمیکنه که از کدام طرف. مهم که آنکل باشه. خوب، خاله هم همیطور است. دی تانت میشوه خاله، یعنی عمرم، خالرم، هر جک دی تانت است. تانت Schwester von Eltern. چنانه که در بالا گذاشتیم der بگیم که آنکل میشید که مثلا آنکل Bruder von Eltern. در اینجا تانت Schwester von Eltern یعنی که در اینجا بگیم که خاله خواهری پدر مادر هست. مهم نیست که خواهری پدرت هست، خواهری بگیم که مادرت هست. مهم که بگیم که تانت ایت میشوه. یک بار دیگه دی تانت یعنی خاله. گفتم یک بار تکرار میکنم که در زبان آلمانی خاله و عمه هر دوش یک خیل گفته میشه. دی تانت Schwester von Eltern یعنی که خاله خواهری پدر مادرت هستک. Eltern یعنی پدر مادر. و خوب، وقتی که مهم در کار شد بعد میگویی که مثلا برادری یا اینکه خواهری پدری من، خواهری مادری من. خوب، هیچ سورا باز میگذاریم. زیاد بگیم که مشکلی بد نکنم که با ایاتان برا و مشکل شوه براتو. خوب، در اینجا تمام میکنیم این درباره خیشتبار. در این باره خیشتبار باز هم میگذاریم. اگر همش یک جا بگذاریم شما فراموش میکنین
چون میدانم که انسان همین خیلی است چیش اینا رو اول یاد بگیرین. خوب باز در درس های دیگه کم کم در این باره باز صحبت میکنیم. خوب نفرانی که دیگه درس ها را خواندگی نیستین یک باره از این درس ها شروع میکنین، فکر نکنیم یگان چیزا بفهمین. مهم همین است که از درس اول سر بکنین، از درسی که من اولین بار درس داده بودم. خوب دوستای عزیز، من معلم زبان آلمانی نیستم و اما فقط بگیم که مهمترین در این است که من یعنی که کوشش میکنم که کمک چیزی که باشه کمکم برای مردم برسه. یعنی این مقصد دارم، دیگه مقصد ندارم دوستای عزیز. به همون خاطر خواهش میکنم همه ویدیوها را به دیگران برسانین، ویدیوهای زبان آلمانی را که شاید یگان نفر این زبان بخونه، مثلا شاید که مثلا فهمیشش خوب باشه، زود زبان یاد بگیره، زندگیش خوب شه، شاید که یگان کار پیدا بکنه. ای برای شما ثوابه دوستای عزیز. اما متاسفانه خیلی کم نفرای ما درس میخونن. مثلا یک درس میگذرونی 4-5 روز میگذره 500 نفر نگهش کرده است. یعنی این چیز منو بسیار ناراحت میکنه. یعنی خوب خداوند همه را هدایت کنه. مهمی است که من بگیم که از طرف کار خودم میکنم. خوب دیگه میخونین نمیخونین اوش کاری شما. منصور fragt und fragt. منصور یعنی که منصور یک کودک، fragt سوال میکند und fragt و سوال میکند. کی را؟ مثلا پدرش را. نگاه بکنین. پاپا spielen wir jetzt. پدر spielen فعل دنکی بگیم که بعد پاپا اومد چون که در علامت سوال است اینجا. spielen wir jetzt. آیا ما بازی میکنیم حاضر یا که الان؟ پاپا spielen wir jetzt. پدرش جواب میده اوکی خوب wir spielen gleich. wir دیدین در اینجا که wir اومد پیش از spielen. در اینجا در بگیم که در اول وقتی که سوال میکنیم spielen اومد بعد wir. خوب این چیزا را نگاه کنین، چیزا مهمن. اوکی wir spielen gleich. بله ما بازی میکنیم الان یا حاضر. gleich هم یعنی که حاضر. پاپا این دیومش lesen wir jetzt. دیدین که lesen یعنی خواندن آمد باز هم پیش از wir. یعنی ما. پاپا lesen wir jetzt. پدر آیا ما میخوانیم حاضر؟ gut بله خوب wir lesen jetzt. خوب wir lesen jetzt. بله ما میخوانیم حاضر. پاپا kochen wir Spaghetti. پدر میپزیم ما شپاگتی. خوب شپاگتی میدونین چی هست؟ پدر از جواب میده نه گود خیلی مایلش میشود که میخیل بگیم که ترجمهش بکنی. ها خیلی مایلش نه گود wir kochen Spaghetti. بله ما میپزیم شپاگتی. خوب. پاپا essen wir jetzt. پدر میخوریم ما الان طعام. مثلا ها دیگه چی میخوری؟ یگان چیزی اوکی طعام. gut wir essen jetzt. پدر جواب میده خوب ما میخوریم حاضر یا اینکه الان. پاپا fahren wir gleich. پاپا ما حرکت میکنیم الان حاضر یعنی میریم حاضر ما با ماشین. یا wir fahren gleich. بله ما میریم الان ما حرکت میکنیم حاضر. نمیخیلم میشه ترجمهش بکنین. خوب تشکر به همه نفرانی که درس گوش کردین. خوب بچنده که با مردم اگر زیاد نگاه بکنن درس را، ما کوشش میکنم که درس را زیاد بکنم و اگر درس را با طولانی بکنیم با بگیم که اونقدر شوق خواندن تو نمیمونه. امروزش در همیخه در امان الله باشین و برای همه شما بهترین خوشی های زندگی را آرزومند هستم و باز هم میگویم موفق باشین. خدا حافظ.